با سلام خدمت شما عزیزان، من مهران حلبی، عضو رسمی کانون مهاجرت کانادا، در برنامه دیگر از تازه‌های مهاجرت به کانادا در جولای 2012 در خدمتتون هستم. قبل از اینکه به خبرهای مهاجرتی این ماه برسیم، یک مطلبی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم و اون این که تمامی مطالبی که در اینجا گفته میشه بر روی وبسایت ironto.ca آرشیو میشه و شما میتونید بر روی این وبسایت برید و تمام این اخبار رو در اونجا ببینید و همینطور خبرهای به روز رو هم که در رابطه با مهاجرتی هستش همه بر روی این وبسایت گذاشته میشه. هر روز میتونید بر روی این وبسایت برید و این خبرها رو ببینید. و اما در ماه گذشته و 2 هفته گذشته چه اتفاقاتی در رابطه با مهاجرت و مهاجرین کانادایی افتاده رو یه لیستی دارم خدمتتون که الان به خدمتتون عرض میکنم. اولین خبری که میخوام در موردش صحبت کنم در رابطه با یک مصاحبه‌ای بودش که آقای جیسن کنی در 28 جون 2012 اعلام کردن. 2 تا خبر اعلام کردن در اون روز که متاسفانه خبر زیاد جالبی نبودش و یکی از این خبرها توقف برنامه نیروی کار ماهر بود، پذیرش نیروی کار ماهر بود. هر سال در اول جولای اداره مهاجرت برنامه نیروی کار ماهر رو اعلام میکنه، تعداد متقاضیین رو که میپذیره برای اون سال اعلام میکنه، لیست مشاغل جدید رو اعلام میکنه که ما اگر برنامه قبلی من رو دیده باشین ما منتظر بودیم که این برنامه باز بشه و لیست مشاغل رو عنوان بکنیم که متاسفانه در 28 جون آقای وزیر مهاجرت جیسن کنی اعلام کردن که فعلا این برنامه رو متوقف کردن. دلیلش هم این هستش که یه سری بکلاگ دارن اینا و میخوان این بکلاگ ها رو همه رو کلیر بکنن قبل از اینکه بخوان این برنامه رو دوباره باز بکنن. هنوز تاریخی رو رسما اعلام نکردن ولی گفتن که در اوایل سال جدید سال 2013 این برنامه دوباره باز خواهد شد. برنامه دیگه‌ای که ایشون متوقف کردن برنامه سرمایه‌گذاری فدرال بود که دوباره اول جولای هر سال این برنامه باز میشه و تعداد متقاضیین رو که در سال جدید قرار بگیرن رو اعلام میکنن که اگر فراموش نکرده باشم من این رو در برنامه قبلی ذکر کردم که پارسال 700 تا متقاضی میخواستن بگیرن که در عرض نیم ساعت این 700 تا متقاضی در اول جولای پر شد که امسال هم همه آماده بودن و متقاضیان پرونده‌هاشون آماده کرده بودن که امسال اقدام بکنن که متاسفانه این رو باز نکردن و هیچ تاریخی رو هم نگفتن که این باز میشه. البته در تمام این ناامیدی ها ما با متقاضیانی که صحبت میکنیم به خصوص در قسمت نیروی کار ماهر بهشون میگیم که آماده باشن، پرونده های خودشون رو آماده بکنن چون این برنامه وقتی که باز بشه احتمالاً به زودی خیلی سریع پر میشه. در نتیجه ما بهشون سفارش میکنیم که پرونده هاشون آماده بکنن. بالاخره وقتی که شما میخواین برای نیروی کار ماهر اقدام بکنین یه سری مدارک لازم داره، یه سری امتحاناتی باید داده بشه، امتحان زبان انگلیسی داده باید بشه، درس‌های یه زمانی طول میکشه و ما تا ژانویه 2013 یه مقدار زمان داریم که میتونین از این زمان استفاده بکنین که مدارک رو آماده بکنین. در مورد خبر بعدی خبر دادگاه فدرال بودش در مورد همون 280,000 تا فایلی که وزیر مهاجرت آقای جیسن کنی قرار بود که اینا رو برگردونده. یه خبری دارم که امروز توی یه جورنالی توی ادمنتون یه خبر جالبی رو نوشته بود در این زمینه که دوست داشتم با شما شیر بکنم. این رو یه مقایسه‌ای کرده بود با یه برنامه
برنامه‌ای که در ایتالیا اتفاق افتاده بود و اون اداره پستی ایتالیا کارمنداش به اعتصاب میرن سالها پیش و یه بکلاگ زیادی در قسمت نامه‌ای اینا اتفاق افتاده بود که وزیر پستی ایتالیا راه حلی که پیدا کرده بود این بود که تمام این بکلاگ‌های نامه‌هایی رو که انباشته شده بود برمی‌داره میندازه توی رودخونه و خب اینا متوجه میشن، در نتیجه کارش رو از دست میده، یه وزیر جدیدی رو استخدام میکنن، وزیر جدید میاد و ایشون راه حلی رو که برای این کار پیدا میکنه اینه که میگه که این نامه ها رو بسوزونیم. یه سری دوباره نامه میسوزونن، دوباره این رو هم متوجه میشه. حالا این مقایسه رو کرده بود با تصمیمی که آقای جیسن کنی در مورد این 280,000 تا متقاضی نیروی کار ماهر گرفتن و گفتن که همه رو برگردونیم به خاطر بکلاگی که وجود داشت. متاسفانه نمیدونم آقای جیسن کنی چجوری این تصمیم گیری رو کردن. این مردم زندگی خودشون رو به یه امیدی همه مراحل رو طی کردن که به خودشون رو به کانادا برسونن. بالاخره یه سری اپورتونیتی های زیر پا گذاشتن، یه سری هزینه های رو متقبل شدن، کلاس انگلیسی رفتن، مدارک تهیه کردن. در هر صورت خیلی متاسفانه نمیدونم آقای جیسن کنی چجوری این کارو کردن، ولی ما شما رو در جریان میذاریم. هنوز هیچ خبری نشده که واقعا این 280,000 تا فایل رو برگردوندن یا نه. هنوز هیچ عملی رو انجام ندادن، فقط در حد صحبت بوده. خبر دیگه‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با آخرین پروسه مهاجرت اقدام جهت شهروندی هستش که در اصل شما بعد از اینکه در 4 سالی که در کانادا بودین 3 سال رو در کانادا پر کردین میتونین اقدام بکنید برای شهروندی که در اصل شهروندی در اصل پاسپورت کانادایی بهتون میدن و الان پروسش 18 ماه طول میکشه. بعد از اون براتون قبل از اینکه 18 ماه باشه باید این امتحانی بدین. برای این امتحان یه سری شرایطی وجود داره، یه 20 سواله که بعد اون 20 سوال رو جواب بدین. شرایط خیلی سخت شده الان برای اون 20 سوال. قبلا از 20 سوال اگه 12 تاشو شما درست میتونستین جواب بدین قبول بودین، ولی الان متاسفانه 12 تا شده به 15 تا رسیده و طبق آمار در سال گذشته 15% ردی داشتیم. یه سری کلاس‌های مجانی در رابطه با این امتحان شهروندی گذاشته میشه که ما این اطلاعات رو روی وبسایت ironto.ca میذاریم. فکر کنم 1-2 هفته پیش یک کلاسی وجود داشت که میتونستیم مجانی در این کلاس شرکت بکنیم. خب این اخباری بود که در رابطه با مهاجرت وجود داشت. خدمتتون عرض کردم که اخبار دوباره هر روز توی وبسایت ما به روز آپدیت میشه. میتونید به وبسایت برین ironto.ca. امیدوارم که مطالبم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایتمون دوباره برین ironto.ca یا اینکه با ما تماس بگیرین 604 505 1000. موفق و مؤید باشید.